خدا من تا کی باید دعا کنم؟ خدا تا کی باید نفرین کنیم ما؟ و کی میخوا نشون بدی؟ و کی؟ من الان 19 سال دارم خدا میکنم. 19 سال دارم میگم اینا به من بد کردن، اینا اسم ما رو خراب کردن. چرا دارن جلوم میدن؟ چرا کاری بهشون نمیکنی خدا؟ چرا نشونشون نمیدی خدا؟ 19 سال کاری با ما کردن، همه بلایی سر ما آوردن خدا، همه بدبختی سر ما آوردن خدا. و کی میخواد نشون بدی؟ و کی میخواد داغ بفرستی در خونشون خدا؟ اون مأموری که کمک میکرد ما رو همه جوره محکوم میشدیم، به نفع اونا کار میکرد، اون فقط خوب به دریوزگی افتاده. اصل مطلب باید درست بشه خدا. اصل مطلب باید به شیمی درمانی بیفته خدا. اصل مطلب داغ بچه هاشو باید ببینه خدا. خدا پا کی میخوا نشون بدی؟ من 19 سال با بدبختی و خارزاری، با بدگویی اونا، با خارزار کردن اونا، همه جوره، یعنی پیش همه کس بد ما رو گفتن، پیش همه کس، یعنی همه بلایی سر ما آوردن. پا کی میخوا نشون بدی؟ مگه نمیگن هر که بدی کرد، هر که بهتون بدی کرد آقا واگذار کنید به من؟ مگه نگفتی من از رگ گردن به شما نزدیکترم؟ و چرا نشون نمیدی خدا؟ استغفرالله، حتما باید خدایا چی بگه آخه آدم؟ و چرا نشون نمیدی؟ اینایی که ظلم کردن دارن همه جوره جلون میدن. اگر راست باشه که تا 40 سال باید صبر کنی، صبر کوچیک خدا 40 ساله پا دیگه هیچی دیگه خدا. مگه ما چقدر عمر داریم خدا؟ مگه ما چقدر دیگه زنده ایم؟ طرف داره همه جوره عشق و حالشو میکنه، همه جوره داره برای خودش، همه جور جهان به کامشه و همه جور داره زندگی میکنه، همه جور روزگار به کامشه. مگه نمیگی اگه بدی کنه من جوابشونو میدم؟ مگه نگفتی آقا به من واگذار کن؟ من 19 سال به تو واگذار کردم. 19 سال دارم بهت میگم خدا 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 خدا. تا کی میخواد نشون بدی؟ تا کی میخواد جواب بدی؟ تا کی میخواد داغ بفرستی در خونشون؟ تا کی میخواد بچه هاشون رو یتیم کنی؟ تا کی میخواد داغ بچه هاش بمونه سر دلشون؟ تا کی میخواد به شیمی درمانی مبتلاش کنی؟ تا کی خدا؟ اونایی که کمکش کردن همه جوره ما رو زمین زدن، خدا پا کی میخوا نشون بدی؟ خدا استغفرالله، نذار کمک، کاری نکن که آدم حرف بدی بزنه، کاری نکن که آدم کف بگه. خدا نشون بده زودتر. اگه داغ و بچه هاشو نذاری سر دلش، اگه به شیمی درمانی مبتلاش نکنی خدا، یعنی ظلم یعنی پایداره. و اینجایی که میگم ظلم پایداره، ظالم هم همیشه سالمه. پس چرا میگن اینجوری؟ و چرا نشون نمیدی آخه؟ 19 سال یه عمریه خدا. خدا داغ بچه هاشو بذار سر دلش. خدا اگه داغ بچه هاشو نذاری سر دلش، خدا نیستی خدا. خدا اگه به شیمی درمانی مبتلاش نکنی، اگه سگ بهش تخم نندازه، خدا فردا روز اگه من استغفرالله حرف بدی زدم ناراحت نشو من خدا. 19 سال من دارم صدات میزنم. تا کی میخوا نشون بدی؟ تا کی میخوا به سزای اعمالش برسونیش؟ 19 سال بدگویی، همه جور شکایت، بدگویی، خارزاری سر آدم در بیاری، اون وقت همه جور هم داره زندگی خوبی میکنه.
نه مریضی نه هیچی. خدا پکی خدا کاری نکن آدم به قرآن ذهانت کنه، کاری نکن استغفرالله آدم دریوری بگه. خدا نشون بده زودتر، نشون بده من با این دوتا چشام ببینم. خدا تو خودت میدونی چی تو دل منه، میدونی چی درد تو این دل من هست. خودت داری میبینی. خدا زودتر نشون بده. خدا به شیمی درمانی مبتلا شو که سگ بهش توپ بندازه. خدا زودتر نشون بده. خدا زودتر نشون بده.